سلام بچه ها، وقتتون بخیر. رسیدیم به صفحه 81 ریاضی ششم، فصل مختصات و تقارن. یه مرور کنم صفحه 81 بچه ها. ما یه محور افقی رو عمودی رو به ما دادن، گفتن قرینه نقطه کار خط و یه شکلی رو نسبت بهش پیدا بکن و مختصاتش ببین چه رابطه‌ای دارن. پیدا کردیم. حالا این افقی شد و اینو رسم کردیم توی ویدیوی قبلی و حالا اینو کار در کلاس شماره 2 صفحه 81 میگه مختصات رأس‌های هر شکل و قرینه اون رو بنویس. بچه ها بذارید من اون شکل قبلی رو بیارم بچسبونم به این. اول شکل شماره 1 رو فعلا انجام بدیم. اول شکل شماره 1 رو، برای اینکه شکل شماره 1 رو انجام بدیم بچه ها باید بذارید محور رو هم من شماره گذاری کنم. 1 رنگ رو عوض کنیم، کم رنگ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 قلمو نازک کردم بچه ها یه خورده بهتر. 14 بچه ها 14 این 15 این 16 17 این 18. یکی در میون می نویسم که قشنگتر باشه. 20 این آخریش هم دیگه 21 می نویسمش اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب شکل شماره 1 بچه از یه نقطه شروع میکنم، از این شروع میکنم و اینجوری میچرخم. یعنی تو ممکنه که اینو بذاری 1 بچه اینو میذارم 1 چون احتمالا اکثرا اینو 1 انتخاب کنید. از این شروع میکنم و اینجوری میچرخم. نقطه 1 هم پس شد بچه این. اینجوری براتون یه منظورم اینه. بعد این 2 این 3 و الی آخر. بذار اینو پاک کنم. نقطه 1ش بچه ها 2 تا افقیه و روبروی 5، پس میشه 2 و 5. نقطه 2 این بالاییه، افقیش که همون 2، اینجا 6، یکی رفته بالاتر. این یکی نقطه شماره 3 یکی افقیه، 6 تا میره بالا. نقطه بعدی بچه ها این نقطه اینجاست، 3 تا افقیه و 7 تا عمودی. بچه ها میخواید قرینه ها رو هم باهاشون بنویسم؟ میخوام نکته رو بهتون بگم. بچه ها اگه این نقطه 1 آیا طولش فرق میکنه من عمودی بیام پایین؟ آیا طولش همون 2 نیست؟ چرا؟ پس وقتی خطمون افقیه، ما وقتی قرینه رو پیدا میکنیم عمودی حرکت میکنیم، افقی که جابجا نمیشیم. پس طولها خودشونه. ببین این طولم خودشه، اینم طولش خودشه، اینم طولش خودشه. عرضها چه اتفاقی میفته؟ به اندازه فاصلشون تا محور خب 2 برابرش ازش کم میشه این دفعه، چون داره میاد پایین. بچه ها ببین اینجا عرضش چند بوده؟ 5 بوده، درسته؟ فاصلش 1 ضرب در 2 کن میشه 2. 5 منهای 2 احتمالاً باید بشه 3. احتمالاً چیه؟ 100% میشه 3 و میشمارم. این نقطه قرینشه، میشه 1 2 1 2 3. این یکی نقطه فاصلش 2 تاه، 4 تا از 4 تا میام پایین، پس از این عرضش 4 تا کم میکنم. 6 منهای 4 میشه 2. یه 2 می نویسم.
میام چکش میکنم، میگم قرینه این نقطه اینجاست، درسته؟ میشه 2 و 2. طولش که تغییر نمیکنه چون من فقط عمودی حرکت میکنم. نقطه شماره 3 کدوم بود؟ این بود بچه ها. قرینش اینه. من اگه بخوام با اون نکته‌ای که میدونم برم، میگم آقا فاصلش 2 تاست، 2 تای دیگه هم اینجا میایم، یعنی 4 تا از عرضش کم میکنم، پس این باید بشه 2. میرم رو شکلم میشمارم، میگم یکی افقی 2 تا عمودی. شکل بعدیمون یعنی نقطه بعدیمون 3 و 7، درسته؟ بچه ها 3 و 7 من که میخوام عمودی بیام پایین، پس افقیش فرقی نمیکنه، 3 رو نوشتم. حالا فاصلش 3 تا این وره، 3 تا هم این ور، یعنی عرضش 7 تا میاد معذرت میخوام 6 تا میاد پایین. 3 تا با 3 تا 7 منهای 6 میکنم میشه 1. نقطه رو نگاه میکنم میگم بله 3 تا افقی یکی عمودی. خب نقطه بعدی چیه بچه ها؟ این نقطه اینجاست. اول مختصات خودش رو می نویسم. روبرو 5 پس میشه 5، عمودیش روبرو 6 پس میشه 6. تا محور چقدر فاصله داره؟ 2 تا. 2 تا هم میاد این ور، 4 تا. از این 4 تا کم میکنم میشه 2. 5 هم که تغییر نمیکنه، میرم چک میکنم میگم 5 تا افقی 2 تا عمودی، 5 تا افقی 2 تا عمودی. نقطه بعدی من اینه بچه ها. قرینش کجاست؟ قرینش اینه. حالا اول خودش 4 و 6 می نویسمش، 4 و 6. 4 که تغییری نمیکنه، فقط اینجوری میایم پایین، 2 تا این ور 2 تا این ور، از طولش 4 تا کم میکنم میشه 2. میرم چک میکنم 4 و 2. میتونی با نکته انجام ندی ها، میتونی خودت انجام بدی. آخرین نقطه اینه بچه ها. طول و عرضش معذرت میخوام، طولش افقی 4، عرضش 5، پس می نویسم 4 و 5. فاصلش تا این محور یکیه، یکی هم این ور، 2 تا میام پایین، پس میشه 4 و 3. اگه میخوای بدون این نکته بری بگو 4 تا، 3 تا هم میرم بالا، 4 و 3. پس ما همینجا میدونیم نگاه، طولها هیچ تغییری نمی کنن. میبینی 2 2 1 3 5 4 4، اینجا هم 2 2 1 3 5 4 4. نقطه عرضشون بستگی داره چقدر اومده باشی پایین، به همون اندازه عرضش میاد پایین. مثلا تو این نقطه 2 تا اومدی پایین، نقطه شماره 1 عرضش 2 تا کم شد 2 و 3 به جای 2 و 5. خب پس بچه ها همینجا میخوای بنویس اگه محور تقارن افقی بود، این دفعه چیامون تغییر نمی کنن؟ این دفعه طول هامون تغییر نمی کنن. بریم برای سوال بعدی. خب سوال بعدی بچه ها، یعنی ادامهش، من چون جا نبود این قسمت رو شکلهای 2 و 3 رو که خودش انجام داده، 2 رو حالا میخوایم انجام بدیم. بچه شکل شماره 2 از اینجا شروع میکنم. شکل شماره 3 که خودش انجام داده بچه ها 17 و 1، این نقطه 17 و 1، بعد 3 تا اینجا، 3 تا هم میره بالا، 6 تا میشه 17 و 7. یعنی بدون اینکه نگاه کنم میگم 17 و 7. بچه ها بعدیش 19 اینجا، 19 و 3 هست، 2 تا میره بالا میشه 19 و 5. میام نگاه میکنم بله 19 و 5. این نقطه میشه 21 و 1. خب 3 تا اینجا، 3 تا هم اینجا میشه 6 تا. به عرضش ببین 21 تغییر نمیکنه طولش، 21 و 1 میشه 21 و یکش میشه به علاوه 6 میشه 21 و 7.
میتونی بشماری ها، ولی بعضی وقتا ممکنه که عدد بزرگ باشه، بهتر مثلا میخوای شکل نکشی کمکت میکنه. حالا شکل شماره 2 از این نقطه شروع میکنم، میگم این نقطه 1 هم باشه و اینجوری میچرخم. اگه نقطه 1 هم این باشه، حالا تو نقطه 1 تو هر چی زدی بچه ها فرقی نمیکنه، اگه دیگه الان میام بهت میرسم اینجوری بیام بچرخم. خب نقطه 1 هم 10 و 5، پس می نویسمش 10 و 5. بذار این ورتر بنویسم. بذار اینو همین الان بچه ها من اینو بیارم این ور که جام بیشتر باشه. این میشه 2 و گفتم چند؟ 10 و 5. قرینش من میدونم افقی تغییر نمیکنه، همین الان می نویسمش. یه دونه فاصله داره، پس 2 تا کم میشه. 5 منهای 2 میشه 3. چه کم میکنم ها بچه ها؟ 10 1 2 3. حالا نقطه بعدی، نقطه بعدی اینجاه. قرینه اول خودش 10 و روبروی 6، 10 و 6. قرینش رو همینجا زیرش می نویسم، میگم بازم 10 و 3. این 2 تا فاصله داشت، 2 تا همین ور. بچه اشتباه، ببین نکته کمکم کرد. 2 تا این ور 2 تا این ور 4 تا کم میشه. من 6 منهای 4 میشه 2. من حواسم نبود اینو شمردم. ببین 10 و 2 قرینش اینجاست. این نکته آدم هرچی بیشتر بدونه بیشتر کمکش میکنه. یه وقتی میبینی حواست نیست 2 رو میگی 3، 4 رو میگی 5، اینجا کمکت میکنه. میایم سراغ این نقطه. این نقطه بچه ها طولش 12، عرضش روبروی 6. خب بچه ها میدونم که طول که فرقی نمیکنه چون محور تقارنم افقیه. چقدر فاصله داره؟ 1 2 1 2 4 تا. 6 منهای 4 میشه 2. حتی میتونم اینجوری بیام این قرینشه، پس میشه 12 و 2. پس بچه ها همون جوری که میبینی، فقط نکتهش همینه، طول تغییری نمیکنه. بریم سراغ بعدی، نقطه اینجا. بچه ها عرضش طولش 12، عرضش چی بچه ها؟ روبروی 7. خب قرینش چی؟ طولش که میدونم 12 دیگه می نویسم. 3 تا اومده اینجا، پس 3 تای دیگه هم پایین، 6 تا میشه 7 منهای 6 میشه 1. میرم چک میکنم، میگم قرینش میشه این، پس 12 با 1. نقطه آخر بچه ها اینه، میشه 14 و 5. خب بچه ها اگه 14 و 5 یه دونه فاصله داره، یکی میاد 2 تا کم میشه، 2 برابر فاصلهش تا خط میشه 14 و 3. اول می نویسم الان چکم میکنم. خب 14 تا اینجوریه، 1 2 3، 14 و 3. خب این از این. سوال 3ش بچه ها میگه چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و مختصات رأس‌های قرینه وجود دارد؟ می نویسیم دیگه 100 بار گفتیم طولها برابرند و عرضها به اندازه 2 برابر فاصله. بچه این 2 برابر فاصله هم تو محور تقارن افقی هم عمودی. حالا اینجا وای تغییر میکنه، عرض تغییر میکنه،
ارزها وای همون ارز بچه تو سالهای بعد میخونید. اگه من میگم به خاطر اینه که من زیاد تدریس میکنم دبیرستان و دانشگاه رو، به خاطر اینه. ببخشید. 2 برابر فاصله نقطه تا محور کم شده. بچه ها اگه کم شده یا زیاد شده؟ بچه ها اگه شکل رو بالا داده باشن 2 برابرش میایم پایین، یعنی کم میشه. اگه شکل رو پایین دادن 2 برابرش میره بالا، پس زیاد میشه. توی محور افقی هم همین جوره ها. تو محور افقی اگه شکل رو این ورش بدن بخوان ببریم اینور کم میشه طول. مثلا اینجا 9 و 1 مثلا 9 و مثلا 6 میاد اینور میشه 6 و 6، طولش کم میشه. بستگی داره کدوم وره، از چپ بریم راست یا از راست بریم چپ. تو عمودیا، تو افقیا بستگی داره از پایین بریم بالا یا از بالا بریم پایین. خب بچه ها بریم واسه سوال بعدی. فعالیت بچه ها میگه تو شکلهای زیر، حالا من یکی یکی انجام میدم. خط قرمز تقارنه، جاهای خالی رو پر کن. بچه ها هم میتونم شماره گذاری کنم، هم میتونم بگم آقا مگه این 6 نیست؟ این 6 باشه روبروش هم 6 دیگه، ارزش فرقی نمیکنه که. این 7 باشه 2 تا این ور 2 تا هم این ور، خب 4 تا کم میکنم میشه 3. اول با نکته دارم میرم میگم بچه نیازی نیست که تو دیگه محورها رو بدونی. اینجا 3 و 0 افقی، ببین 1 2 3 4، 3 به علاوه 4 کن افقی شو 4. عمودی هم که تغییری نکرده همون 0. الان با چیزم میرم حالا مثلا ببین 1 2، میبینید 3 اینجا 4 5 6. بچه ها گفتم به علاوه 4 کنید. اینجا 2 تا اینجا هم 2 تا، 3 به علاوه 4 4 تا میاد. اینجا نوشتم 4. خوبی که انجام دادم. این میشه 7. 6 این بچه ها میشه 7. اینجا 8 و الی آخر. خب پس این میشه 7 و 0. بچه ها اینا رو هم بزنم 1 2 3 4 5 6 7. بچه ها این نقطه 2 و 2 و 2 میدونم که به علاوه 6 شده بچه ها، این شده 8. ولی ببین این که عمودیش که فرقی نمیکنه، بازم همون 8 و 2. چون خطمون عمودیه مؤلفه ارزها تغییری نمیکنه. اینا که هست اینو هم که هست. بچه این نقطه 4 و 4، این نقطه روبروش اول با نکته میرم میگم یکی هم این ور میشه 2، پس طولش به علاوه 2 تا میرم راست پس میشه 6. ارزش ولی بالاه، همین روبرو به 4، پس فرقی نمیکنه میشه 6 و 4. حالا میام میشمارم میگم 6 تا افقی 1 2 3 4 تا عمودی. نقطه ای که داشته باشم دیگه کامل نکرده باشم اینجاه. 8 و چی؟ میتونم نگاه بکنم 8 و 4. میبینی بچه ها بازم این قرینه اینه، ارزش تغییر نمیکنه. طولش اینجا 3 تا اینجا هم 3 تا، پس به علاوه 2 برابر فاصلش 2 3 تا 6 تا 2 به علاوه 6 میشه 8. خب دیگه کدوم نقطه است؟ این نقطه بچه ها. این نقطه 4 و 2. می نویسم 4 و 2. این یکی میشه 6 و 2. درست شد؟ دیگه چیزی نداریم که بچه ها ننوشته باشم؟ نه همه رو نوشتم.
بریم برا بعدی بچه ها. بذار شماره گذاری ها رو انجام بدم. خطمون افقیه. افقی گفتیم طول تغییر نمیکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رو هم که نمیخوایم دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بچه ها 3 و 1 رو داده. بچه ها گفته نقطه ها رو هم بزنید، یعنی این دوتا رو باید اضافه کنیم یا نه فقط جای خالی؟ خیلی خوب، حالا انجام بدیم بچه ها. بذار من برگردم به سوال. خب بچه ها نگفته که این نقطه ها رو هم پیدا بکنید. حالا اگه دیدم ویدیو طولانی نشد اونا رو هم پیدا میکنیم. بچه ها اینجا 3 و 1 خودش کامل کرده. اینجا 7 و بذار یه رنگ دیگه بردارم. 7 و 1. اینجا بچه ها این نقطه اینجا 8 تا افقی، پس می نویسم 8 3 تا عمودی. این نقطه دوباره 8 تا افقی، می نویسم 8 عمودیش روبرو به 5. میخوای بشمارم 1 2 3 4 5. اینجا 7 تا افقی. بچه اینو انجام ندادیم ها، نگاه تو این حواسم نبود. 7 تا افقی، این 1، اینم 2 3. 3 رو برامون انجام داده. 7 تا افقی رو تو فقط باید بنویسی. کل این نقطه هایی که بچه ها اینجا هن 7 همشون. این خیلی مهمه. این خیلی بچه ها مهمه که شما بدونید، مخصوصا تو کلاس نهم. تو این خیلی به ایراد میخورید. خیلی به مشکل برمیخورید بچه ها. 7 و 3. این یکی بچه ها 7 روبرو با چیه؟ روبرو به 5. بچه ها تمام نقاطی که رو این خطن وایشون 5 روبرو به این 5 ها. این هم همون خاصیت است. اونجا عمودیشو گفتم، اینجا افقی. خب بچه ها این هم که خودش انجام داده. این یکی بچه ها طولش 3. میبینی بچه ها این 3 طولش، اینم 3. تمام اینایی که اینجا هن 3 هستن. اینا رو هی بهش فکر کنید، اینا بعداً به دردتون میخوره. خب چی نوشتم بچه ها؟ نوشتم 3 و 3. خواستم بگم همه اینا 3، نوشتمش 3 رو. خب چند تا عمودی رفتیم؟ 7 تا. بچه ها این یکی 3 رو خودش نوشته افقی رو، عمودیش هم که روبرو به 5. 5 رو می نویسم. نقطه ای دارم انجام نداده باشم؟ نه. خب بچه ها یه لحظه به این حرفایی که میزنم خوب دقت کنید. مهم اینه، این خط رو میبینی؟ این خط افقی رو هر نقطه روش بگیری وایش 5. این خط افقی رو میبینی؟ هر نقطه بگیری وایش 1. حالا عمودیا هر نقطه‌ای که اینجا بگیری روبرو این 3 هست دیگه. x همه یا طولشون 3. باز گفتم x، ببخشید، طول همه 3. بچه ها ببخشید من میگم x، منظورم طوله. تو هفتم دیگه شروع میکنید به مؤلفه اول یا طولها. اینجا همه 3 هست. مؤلفه دوم یا وای ها رو این خط همه 5، رو این خط همه 1. این بسیار بسیار مهمه. خب بچه ها فقط 2 نقطه است که نداریم. بذار این 2 نقطه رو انجام بدیم. نقطه 3 و 3. این اینجا می نویسمش 3 و 3. اینجا نقطه 2 و 3. کسایی که اینا رو
توش مشکل دارید حتما کاربرگ مختصاتش رو حل بکنید. اینجا میتونید برید بچه ها تو سایت ویدیو یا هر چی میخواید. بذار براتون یه توضیح بدم که به چه شکلیه. برای کسایی که اولین بار ویدیوهای منو میبینن، بچه ها تو سایت که میاید رو پایه خودت کلیک میکنی. اگه ویدیوها رو میخوای کلیک میکنی، بعدش میری پایین صفحه میبینی فصل ها هست، فصل تو روش کلیک میکنی ویدیوهاشو میبینی. اگه نمونه سوال میخوای بازم رو پایت کلیک میکنی، بعد میری فصل تو انتخاب میکنی. خب بچه ها این صفحه هم تموم شد. تا ویدیوی صفحه بعدی، خدا نگهدارتون.